پار جنب و جوش بود، حالا در ترس فرو رفته بود. خنده بچه ها خاموش شده بود. امید که زمانی مثل شمعی سوسو میزد، حالا فقط خاکستری در حال خاموشی بود. اینجا افغانستان بود، زخمی از جنگ و ناامیدی. رفتن یک انتخاب نبود، یک اجبار بود. زنده ماندن به رسیدن به ایران بستگی داشت. چراغی از امید در تاریکی خفقان آور. خانواده را پشت سر گذاشتم. چهره‌هایشان پر از نگرانی، خداحافظی‌هایشان در سکوت طنین انداز بود. کوله‌باری از خاطرات، سنگین‌تر از هر سنگی، بر دوشم سنگینی می‌کرد. سفر آغاز شد با سوخت ناامیدی و دعایی برای فردایی روشن‌تر. خورشید در حال غروب آسمان را به رنگ‌های نارنجی و بنفش نقاشی می‌کرد. زیبایی بی‌رحمانه‌ای در برابر منظره خشن. هوا غلیظ از بوی خاک و ناامیدی مثل کفن به من چسبیده بود. هر قدم به جلو خداحافظی دردناکی بود با تنها خانه‌ای که می‌شناختم. شک و تردید در گوشه ذهنم می‌لولید و از خطراتی که در پیش رو بود زمزمه می‌کرد. اما فکر خانواده، چهره‌های نگرانشان مرا به جلو سوق می‌داد. کویر وسیع در مقابلم کشیده شده بود. اقیانوسی از شن و راز. آفتاب بی‌رحمانه میتابید و دنیا را به سراب سوسو زننده‌ای تبدیل میکرد. روزها در شبها محو میشدند. هر شب سردتر و ترسناکتر از شب قبل. زمزمه‌های قاچاقچیان و دزدها، سایه‌هایشان در نور سوسوزنده‌ای آتش می‌رقصید. تنم را به لرزه می‌انداخت. غذا و آب، کالاهای گرانبها با گذشت هر ساعت کمتر میشد. کویر، بیرحم و وسیع، محدودیت‌های تحمل انسان را آزمایش می‌کرد. سکوت کویر فقط با زوزه‌ی باد شکسته میشد. یادآوری مداوم آسیب پذیری ما برای مدتی که به نظر ابدیت می‌رسید راه رفتیم. بدنهایمان درد می‌کرد. روحیمان زیر بار سفر خرد شده بود. خواب وقتی می‌آمد پر از کابوس‌های دستگیری و ناامیدی بود. اما حتی در تاریک‌ترین ساعات کورسویی از امید باقی مانده بود که با داستان‌های کسانی که به آن طرف رسیده بودند شعله‌ور می‌شد. زمین از تپه‌های شنی بی‌پایان به مسیرهای کوهستانی خطرناک تغییر کرد. هوا رقیق شد. هر نفس یک مبارزه بود. قاچاقچیان چهره‌هایشان با سالها پیمودن این مسیرهای خطرناک سخت شده بود. با صدای آهسته دستور می‌دادند. ترس همنشین همیشگی بود، مثل پوست دوم به من چسبیده بود. خطرات همیشه وجود داشت. گشت‌های مرزی، زمین‌های ناهموار و تهدید دائمی خیانت. هر خشخش برگ‌ها، هر صدای پرنده‌ای در دوردست لرزه‌ای از ترس به دلم می‌انداخت. بالا رفتن عذاب آور بود. بدنهایمان به نهایت حد خود رسیده بود. سرما به استخوان‌هایمان نفوذ می‌کرد. انگشتان دست و پایمان را بی‌حس می‌کرد. اما ما به راهمان ادامه می‌دادیم. با امید ناامیدانه‌ای برای زندگی بهتر. ما به یکدیگر برای حمایت تکیه می‌کردیم. جیره ناچیزمان را تقسیم می‌کردیم و کلمات دلگرم کننده‌ای به هم می‌گفتیم. هر قدم به جلو یک پیروزی بود. گواهی بر مقاومت روح انسان. مرز، فنس سیم خاردار که از قلب کویر می‌گذشت در دوردست می‌درخشید. امید، شکننده اما سرسخت، در سینه‌ام شکوفا شد. آخرین مانع، پر از خطر، درست در پیش رو بود. ترس از دستگیری، از بازگشت به تاریکی‌ای که به سختی برای فرار از آن جنگیده بودم، تهدید می‌کرد که مرا ببلعد. اما وقتی آن قدم‌های آخر را روی خاک ایران گذاشتم، موجی از آرامش مرا در بر گرفت. سفر هنوز تمام نشده بود، اما برای اولین بار در مدت زمانی که به نظر ابدیت می رسید، جرأت کردم به آینده‌ای عاری از ترس باور داشته باشم. آینده نامعلوم بود، مسیری پوشیده از مه، اما با هر طلوع خورشید حس تازه‌ای از امید می آمد. سفر طولانی و دشوار بود و زخم‌هایی هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی بر جای گذاشته بود. اما قدرتی را هم که نمیدانستم دارم آشکار کرده بود. من از غیر ممکن جان سالم به در برده بودم. با سوخت عشق،
مقاومت و باوری تزلزل ناپذیر به فردایی روشن‌تر. اینجا ایران بود، سرزمین آغازهای جدید، بومی که فصل بعدی زندگیام را روی آن نقاشی می‌کردم.